مردی در صحرا دنبال شترش میگشت تا اینکه به پسر باهوشی برخورد و سراغ شتر را از او گرفت. پسر گفت شترت یک چشمش کور بود؟ مرد گفت بله. پسر پرسید آیا یک طرف بارش شیرینی و طرف دیگرش ترشی بود؟ مرد گفت بله. بگو ببینم شتر کجاست؟ پسر گفت من شتری ندیدم. مرد ناراحت شد و فکر کرد که شاید پسرک بلایی سر شتر آورده. پس او را نزد قاضی برد و ماجرا را تعریف کرد. قاضی از پسر پرسید اگر تو شتر را ندیدی چطور همه مشخصاتش را می‌دانستی؟ پسرک گفت روی خاک رد پای شتری را دیدم که فقط سبزه های یک طرف را خورده بود. فهمیدم که شاید یک چشمش کور بوده و متوجه سبزه های سمت دیگر جاده نشده. بعد متوجه شدم که در یک طرف راه مگس و در طرف دیگر پشه بیشتر است. چون مگس شیرینی دوست دارد و پشه ترشی، نتیجه گرفتم که شاید یک لنگه بار شتر شیرینی و یک لنگه دیگر ترشی بوده. قاضی از هوش پسرک خوشش آمد و گفت درست است که تو بیگناهی ولی زبانت باعث دردسر شده. پس از این به بعد شتر دیدی ندیدی.